مردم به جان والی ولایت غدیر امیر مؤمنان قسم، اگر در غدیر مردم سستی نمی کردن عاشورا اتفاق نمی افتاد و سر حسین به نیزه نمی رفت. بعضی ها یک تعبیر بسیار غلط داره، میگه بابا چرا نفش قبر میکنید؟ آی روحانیت، آی مبلغین، خو غدیر هرچی که شدی برادری سنی و شیعه را خدشه‌دار میکنه. این یک نقطه اختلافی است، نقطه است که برادران اهل سنت ما به این روشی که ما میگیم قبول ندارد. ما قبول داریم که بعد از پیامبر علی جانشین بود و وصی بود. این برادری را آسیب میرساند، وحدت ملی را خدشه‌دار میکنند. اختلاف سنی و شیعه در نماز و در روزه و در قبله و در کعبه و در خدا و در مورد پیغمبر نیست. اینا نقطه های اتحاد امت اسلام است. کعبه را همه قبول دارند، طواف کعبه را همه قبول دارند، 5 وقت نماز همه قبول دارند، روزه ماه رمضان همه قبول دارند. گفتم غدیر روز پایسنگ گذاری امامت بعد از نبوت است. ما میخواهیم در مورد این صحبت کنیم که پیامبر فرموده من کنت مولا فمهدی مولا. بالملک والملکوت استعنت بذی العزة توكلت على الحي الذي لا يموت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية. ثم الصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله القريشية. قال الله تعالى في كتابه بيانات المعجزات الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إلى آيات التالية. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال في آية الأخرى وقال في آية الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. انشاءالله خدای متعال به برکت این شب عید سعید غدیر و عید الله الاکبر حوایج مشروعه همه را به آبروی والی ولایت غدیر شاه ولایت مآب علی ابن ابی طالب علیه السلام برآورده بگرداند. صلوات زنده تری مرحمت فرمایید. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم یا علی ابن ابی طالب یا مولای من. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به صبح روز قیامت چو سر ز خاک برآرم به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم. بهشت و روضه نگویم گل بهشت نبویم جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم. می بهشت نگیرم ز دست ساقی رضوان
مرا به باده چه حاجت چو مست روی تو باشم. پیشتر صحیح بودی، زیاد شد خیلی، اما پیشتر درست کم. یا علی ذاتت صفات قل هو الله احد، نام تو نقش و نگین امر الله الصمد. لم یلد چون مادر گیتی و لم یولد چو تو، لم یکن بعد نبی مثلت له کفوا احد. توی آن نقطه بالای فای فوق ایدیهم که در وقت تنزل بای بسم الله را بایی. اجازه دهید قبل از ورود به بحث عرض تبریک و تهنیت داشته باشم به مناسبت شب عید غدیر، عید الله الاکبر و عید آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. در این دستگاه با عظمت مسجد خانه خدا و شب بسیار پر نور و صفا، در این بزم با صفا و عارفانه، بعد از ادای فرایض و نماز مغرب و عشا و استماع مدح و مناقب آقا امیر مؤمنان از زبان مداحان عزیز اهل بیت اسمت، بنده به نوبه خودم ضمن عرض تبریک به این مناسبت بزرگ به حکمتها و فلسفه ها و اعمال و یک عده مسائل عید غدیر اشاره می کنم تا سهم خودم را حتی الامکان ادا کرده باشم و انشاءالله همه ما و شما معرفت بیشتری کسب کنیم و در رابطه با فرح و سرور و بست و نشر فرهنگ غدیر سهم گرفته باشیم. آره، غدیر تجلی انوار الهی در کویر تشنه و گودال فرو رفته به خشکی و نیاز است. غدیر مبلغ توانایی است برای رساندن پیام حق و حقانیت به گوش جهانیان. غدیر فرهنگی است غنی از آیات قرآنی و دائره المعارفی است نسبت به دوستان و تمام مؤمنین که رهروان این خط هستند. و غدیر روز انتصاب شای ولایت مآب مولای متقیان ابوالحسنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، برادر و وصی و جانشین پیامبر نازنین اسلام است. اما درست بود، چرا خراب کردن؟ درست بود. در سرزمین غدیر خم. و غدیر تجلیگاهی است در میعاد عشق که توسط پیامبر نازنین اسلام به جهانیان ابلاغ گشت و ادامه این به من و شما مربوط خواهد شد. اجازه دهید من قبل از ورود به فلسفه غدیر تعدادی از احکام فردا را برای استفاده شما بزرگواران عرض کنم. یکی از این دستورالعمل ها گرفتن روزه است. اگر کسی ضعف بر بدنش مستولی نشود و توان داشته باشد سایر اعمال را انجام دهد، گرفتن روزه فردا ثواب فراوان دارد، به استثنای مریضان و ضعیفان و سالخوردگان و کسانی که حتی در ماه رمضان هم گرفتن روزه برایش مشکل دارد یا اینها عفو شدند. و دیگر این که فردا چون عید الله الاکبر است
و در حقیقت به قول معصوم علیهم السلام در میان سه عید بزرگ عید غدیر حقیقی ترین عید و خوبترین عید است، به خاطر اینکه نه عید قربان به پایان میرسد و نه عید فطر که دو عید از اعیاد شرعی و دینی و تاریخی است در تاریخ اسلام، به خاطر که فردا سرنوشت امت تعیین می شود. یعنی روز عید غدیر تنها انتساب علی به امامت امت نیست و به رهبری امت بعد از پیامبر، بلکه روز تعیین امامت است، روزی که خداوند پایسنگ امامت را بعد از نبوت می گذارد. نه تنها امامت علی، امامت حسن مجتبی و امامت حسین شهید، امامت زین العابدین، امامت باقر و صادق و جعفر و موسی و رضا و تقی و نقی و عسکری و امامت صاحب الامر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی له الفدا. به این معنا که روی دست پیامبر وقتی که مولای من امیر مؤمنان بالا شد و فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولاه، یعنی در حقیقت گفت من کنت مولاه فحسن له المولا و لحسین له المولا تا مهدی صاحب الزمان، یعنی من کنت مولاه فمهدی له المولا. این مسئله بسیار مهمه که فردا پایسنگ امامت گذاشته می شود و امامت هم از جانب خدا باید باشد. اینی جاعلک للناس اماما، خداوند خطابی که به حضرت ابراهیم دارد و به سایر انبیا دارد. مسئله امامت یکی از مسائل بسیار مهمه که ما در اصول دین خود وقتی که میخوانیم بعد تقسیم بندی میشه که عدل و امامت از اصول مذهب است و ما این را به این معتقدیم که در غدیر خم بعد از انتصاب شای ولایت مآب بر رهبری امت پیامبر نازنین اسلام صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب را تعیین کرد. اجازه دهید من در لابلای که احکام عید غدیر را میگم اشارات هم به این مسئله داشته باشم. در جلسات قبل از این که تا هنوز در مورد غدیر صحبت شده هم گفتم و چه زیباست که در مجلس امشبم بگم. وقتی که رسول مقدس اسلام در طی 23 سال نبوت خودش دین آمد، همه چیز گفت، حلال گفت، حرام گفت، احکام واجب گفت، مستحبات گفت، پیامبر همه را گفت. این حلال خدا، این حرام خدا، حلال و حرام، واجب و حرام که باشد سر جایش، حتی مکروهات و مستحبات و اخلاقیات و آداب معاشرت و روابط اجتماعی را پیغمبر بیان کرد. مثلا در وقت ورود به مسجد دعا خوانده میشه اللهم افتح لی ابواب رحمتک، این را بگه پای به مسجد بگذارد و پای راست خود را داخل مسجد بگذارد. در وقت بیرون شدن پای چپ را بگذارد. ناخن را باید آدم ناخنای خود را روز جمعه کوتاه کند، مستحب است. در وقت نماز لباس سفید بپوشد، عطر بزند خود را، اینا مستحب است. و خوردن غذای داغ مکروه است و گذاشتن نان در زیر طبق مکروه است و در وقت لقمه خوردن و خوردن نان نظر کردن به صورت دیگران و خیره شدن مکروه است. اینها مکروهات است. باز گذاشتن تکمه های یخن در وقت نماز کراهت دارد. با انگشت خود و محاسن خود بازی کردن کراهت دارد. اخلاقیات را رسول الله دانه دانه گفته است، حقوق همسایه را گفته است، همه چیز را برای مردم بیان کرده است. عجب نیست که موضوع وصایت و جانشینی که یک امر بزرگ است بیان نکرده باشد. وقتی که ناخن گرفتن گفته باشد، وصی خود را نگفته باشد که بعد از من کی وصی باشد. یه جای تعجب نیست؟ پیامبر رحمت للعالمین
که آداب مسجد آمدن را، آداب خوابیدن را، دعای وقت خواب را، دعای وقت بیرون رفتن از منزل را، دعای وقت شروع کردن نان را و اولین دعای هنگام افطار را با تمام جزئیات حتی ناخن گرفتن گفته باشه. موضوع وسیع و جانشین نگفته باشه که بعد از من امتم چی میشه، گفته باشه دیگه پناهتان با خدا، بعد از من کسی را انتخاب میکنید نمیکنید، رهروی میکنید نمیکنید، سرنوشت تعیین میکنید نمیکنید، به یک کشتی سرگردانتان یک کشتیران پیدا میکنید نمیکنید، دیگه به اینا کاری ندارم. عجب. پس موضوع وصایت پیامبر و وصی گرفتن شای ولایت مآب یک امر حتمی است. بیاییم یک مرحله بالاتر بزرگواران. حتی این انتخاب از صلاحیت پیغمبر نیست. و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. هیچ چیز را رسول مقدس اسلام از نزد خود نمی گفت مگر اینکه وحی می شد و جبرئیل می آمد و به پیامبر ابلاغ می کرد و رسول الله او را به مردم ابلاغ می کرد. پیغمبر یا پیامبر یعنی پیام رسان، پیام را می برد. پیامبر پیام می رساند. پیام کی را؟ پیام خدا را. از نزد خودش اصلا چیزی صحبت نمی کند. لذا آیه آمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. توی پیام ابلاغ کو، علی را به مردم معرفی کن. اگر این کار نکنی و امامت را ادامه نبوت قرار ندهی فما بلغت رسالته، گویا هیچ کار نکردی. 23 سال زحمات تو ضرب صفره. بسیار این هشدار قوی بود، بسیار این هشداری خطرناک بود که رسول الله حتی اجازه نداد که مردم به مدینه برسد. آدمیه دیگه، ممکن همونجا پیامبر قلبش استاده میشد، سکته مغزی میکرد، سکته قلبی میکرد، عجل گیر میکرد. 23 سال زحمتش ضرب صفر میشد، پیام نمیرسید. لذا در هم صحرای گرمی که به نام غدیر خم یا خم هست، رسول الله معطل کرد این امر خدا که آمد. امر دیگه، انسان مأمور ولو پیامبر باشه، مأمور است، باید مأموریت خود را انجام دهد. هوا چنان گرم بود که میگه مردم که منتظر مانده بودن از شدت گرمی سرهای خود را زیر سایه شکم شتر پنهان میکردن. یعنی شکم شتر را به عنوان یک چتر انتخاب کردن تا این پیام ابلاغ شود. بعضی ها میگن منظور از این من کنت مولا دوستی بوده است، یعنی پیامبر گفته که هر که مرا دوست دارد علی را دوست بدارد. مراجعه کنیم به عقلمان. در او هوای گرم پیغمبر رحمت للعالمینی که وقتی که در سفر میرفت نصف را از اسب پیاده میشد، میگفتن یا رسول الله چرا؟ میگفتین حیوان بهش ظلم میشه. وقتی که حیوانات میدید بارش زیاد است شدیداً نهی میکرد، میگفت بار حیوانات کم کنید و بالای این زبان بسته ها ظلم نشود. وقتی که میدید کسی تشنه است اینا به دشمن آب میداد. پیامبری که به مورچه رحمش میرسه، عاطفهش میرسه، در او هوای گرم حاجی‌ها را معطل کنه به خاطری که بگوید کسی که مرا دوست داره علی را دوست بداره. و این مولا به معنای دوستی است. شما دقت کنید، عقل را خداوند به عنوان یک پیامبر باطنی و برای مشخص خوب از بد برای انسان داده است. چون این چیزی را مگر عقل میپذیره؟ نه، امر بسیار مهمتر از این است دوستان. قضیه بسیار خطرناکتر از این گواست. دوستی مستی مطرح نیست اینجا. همه میدانن، همه کودک و پیر و جوان، حتی دشمن و مخالف، که چقدر پیامبر علی را دوست داشتی. دوستی که نیاز به بیان کردن نداره. در اینجا دخترش را برایش داد. همیشه میگفت هذا اخی و ابن عمی و خلیفتی و صاحب لوایی. این علی برادر من است، ابن عم من است، خلیفه و جانشین من است و صاحب لوای من است. و در جایی نبود که پیامبر باشد و علی نباشد. و چقدر شاعر زیبا گفته سایه پیغمبر ندارد. رسول الله وقتی که حرکت میکرد مثل من و شما وجودش سایه نمی انداخت.
ما وقتی که در آفتاب حرکت میکنیم این طرف سایه میافته. یکی از شاخصه های رسول الله بود که هر طرفی که حرکت میکرد بدن نازنینش سایه نمیانداخت. و شاعر رحل کرده میگه سایه پیغمبر ندارد هیچ، میدانی چرا؟ آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. یعنی وقتی که پشت سرم آفتاب باشه پیش رویم سایه گم میشه دیگه. سایه از اثر مثلا نبودن آفتاب میافته. پشت سرم علی ابن ابی طالب بود. نعره های جناب شیخ وکیل آدم بیدل خلاصه به سکته میرسانه. خدا را شکر که در همچو شبی همچو نعره ها وجود داره. شما یک صلوات هم بلندتر مرحمت فرمایید. دو چیز در این مجلس خیلی خوشم میاد. یکی صلوات آقای احمدی ره که میگه سقف لرزه کنه ولی مسجدای کنه شاید سقف پایین بیاید. فکر مسجد کنه را بکنید. یکی هم نعره تکبیر شیخ وکیل. خو اینا همه از محبت اهل بیت سرچشمه میگیره. بالاخره وقتی که قضیه به اینجا رسید و آقا امیر مؤمنان علیه السلام روی دوش پیغمبر بالا شد، سایه پیغمبر ندارد هیچ، میدانی چرا؟ آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. این دیگه معنایش خیلی واضحه. تنها در غزوه تبوک امیر مؤمنان نبود که منافقین مدینه تبلیغ کردند که علی از چشم پیامبر افتاده است. برای اینکه مدتی است که در مسجد، مدتی است در جلسات عمومی، مدتی است که امیر مؤمنان ما با پیامبر در حال خلوت ندیده ایم. تبلیغات منفی، همون تبلیغاتی که امروز هم در جامعه وجود داره. علیه الله تبلیغه، علیه دین تبلیغه، علیه کربلا تبلیغه، علیه مکه تبلیغه، علیه مرجع تقلید تبلیغه، علیه برنامه های دین و تبلیغه، علیه تمام ارزش های مذهبی تبلیغه. تبلیغات منفی تمام جامعه را فرا گرفته است و یک عده هستن که متاسفانه بدون اختلاف انگیزی شب خواب نمیره. اون روزی که او اختلاف نیندازه در فیسبوک خود چیزی نوشته نکنه، شب شاید اصلا خواب راحت نره که امروز عجب من بیکار بودم، باید یک کاری میکردم، یک ناخنک میزدم که مردم یک کمی شور میخورد. خو این ناخنک در بخش مثبت بزن برادر بزرگوارم. در این شبها ناخنک بزن، یک حدیث قدیر پخش کن، یک شعر پخش کن، یک فضیلت در مورد علی بیان کن، یک جمله از نهج البلاغه در فیسبوکت پرتو، یک چیز دیگر را پست کن که مردم استفاده کند. به لحاظ خدا ما این فضای مجازی را چی ساخته ایم؟ چی ساخته ایم ما این فضای مجازی را؟ شما برین مراجعه کنید. بعد سمپاشه های جامعه، تبلیغات منفی جامعه، خب همه را متاسفانه ناامید میکنه و یک تعداد را عقده‌ای بار میاره، در حالی که هیچ خبری نیست. الحمدلله همه مسلمانیم و رهرو خط اهل بیتیم و رهرو قرآنیم. شیعه که سر جای خود باشه، شیعه که اصلا قابل تقسیم نیست. ما را محبت همه والی ولایت غدیر جمع کرده است با اهل سنت، با برادران اهل سنت. ما برادریم، برابریم، قبله ما یک، قرآن ما یک، خدای ما یک، پیغمبر ما یک. به عقیده به قیامت داریم، به معاد داریم، به بازگشت داریم، به یوم الحساب داریم، به روزی که میزان عدل الهی گذاشته می شود، بهشتیان طرف بهشت، جهنمیان طرف جهنم. ما عقیده به شفاعت داریم. ما صدها مسئله داریم. من بررسی کردم، بررسی بسیار دقیق، 17 مسئله اختلافی را بین شیعه و سنی خصوصا در فقه حنفی و فقه جعفری یافتم. 17 مسئله. تمام 80 و چند مسئله دیگر، 83 مسئله دیگر را بیاریم از 100 مسئله مثلا قربانی 17 مسئله ما باید بکنیم. عاقلانه نیست. یکی در وضو است، آیه وضو، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین. خو یکی ارجلکم خوانده، عطف به ما قبول کرده، یکی ظاهرش را گرفته، وامسحوا برؤوسکم و بارجلکم، مسح کنید به سرتان و به پاهایتان. یک قاعده نحویه. خب بعضی ها عطف قریب کرده، بعضی ها منسوب گرفته به همین دلیل. خوی استنباط دیگه، قرآن کلیست. یک که بعضی ها پای خود مسح میکنه، بعضی ها میشویه. البته زیدیه های یمن خیلی کار خوب میکنه، هم مسح میکنه هم میشویه، دل هیچ کس بد نکرده. همین پا برهنه هایی که خلاصه در یمنه و بسیار مسلمان خوب است، مسلمان محکم و کمربسته.
کفری چو منی گزاف و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. بسیار ایمان محکم داره اینا، در برابر استکبار، در برابر کفر جهانی با پای برهنه و شکم گرسنه مثل میخی کوبیده بر دیوار استاده است. نه تطمیع میشه، نه رشوه اینا را بازی میده، نه فریب میخوره و نه جای حرکت میکنه. شعارش اسلام و قرآن و مجاهد فی سبیل الله. بسیار محکمه. اینا پای خود هم میشوی هم مس میکنه، خب فرق نمیکنه. یک مسئله دست باز و بسته است، مراجعه شو به سیره پیغمبر. این دو تا مسئله سیوم سجده بر مهر و سجده بر فرش است که رسول مقدس اسلام میگه جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. ما اگه مفصل وارد شوم خب به بحثم نمیرسم، ترسم اینجاست. این سه تا مسئله چهارم در نماز میت ما 5 تکبیر، برادران ما 4 تکبیر. و بعد مسئله دیگه در طواف است، ما استباع نداریم، برادران ما استباع دارن، یعنی احرامی را از زیر بغل بسته میکنن. و مسئله دیگه در طواف نساء است که ما طواف نساء داریم، در اونجا طواف نساء نیست. خب همینطور حساب کردم 17 تا مسئله. ما بیاییم تمام کلیات اسلام، مصلحت های کلی، تمام زیبایی های اسلام، وحدت، برادری، اخوت، امت رسول الله بودن، مسلمان بودن، به یک قبله نماز خواندن، شعار ما نماز، روزه ماه رمضان، قرآن، دساتیر الهی، فرامین، احادیث پیغمبر اسلام، همه زیبایی ها رو بیاییم فدای 17 تا مسئله فقهی بکنیم، فدای یک 17 مسئله فرعی بکنیم، در حالی که یکی از شاخه های اهل سنت دست باز نماز میخواند. خب بعضی مالکی ها کاری میکنن، حنبلی ها کاری میکنن، هر کدام روش خود را دارن. در فرعیات و در فروع اختلاف است و در اصول اتفاق است. اما یک عده متاسفانه متصل چوبک میزنه، متصل ناخنگ اختلاف میزنه، متصل کوشش میکنه هیزم بیاری معرکه باشد برای که بین سنی و شیعه به نام مذهب اختلاف انگیزی بکنه. و این طرح پشت پرده از دشمنان اسلام است. در این شب عید غدیر میخواهم هشدار دهم به مسلمانان عزیز و بزرگوار، اعم از سنی و شیعه، که بیدار باشیم و متوجه کید و مکر دشمن باشیم که میخواهد به نام قوم و مذهب و سمت ما را بار دیگر تکه تکه کند. و از موفقیت اسلام در این روزها و ماههای اخیر بسیار دشمن عصبانی است، از موفقیت ایران بسیار عصبانی است و میخواهد موفقیت مجاهدین را در ایران و لبنان و فلسطین و یمن و سایر نقطه ها به نام فرقه و مذهب تقسیم کرده و مسلمانان را بدبین یکدیگر کنند. ما باید متوجه باشیم. این پیام غدیر است که باید متحد باشیم و پیام غدیر است که باید صدای حقانیت را همیشه بلند کنیم. این را باید بیدار باشیم. خب مسئله دیگری که فردا باید اتفاق بیفتد، هنگامی که مؤمنین دست به دست هم دیگر دادن و مصافحه کردن، باید بگویند الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمه علیهم السلام. از معصوم روایت که کسی در روز عید غدیر این مسئله را بگوید و به ولایت امیر المؤمنین و اولادش خدا را شکر کند، غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. خداوند گناهان گذشته و آینده او را میامرزد. یکی از نامهای غدیر فردا یوم المغفره است، روز بخشش. خدای متعال در این روز نظر رحمت میکنه به بندگان خودش. یکی از این نامها یوم السرور است، روز خوشحالی. فردا باید همه خوشحال باشند. فردا روز عید است. فردا البته سیدا هم آمادگی بگیرن که عیدی بدهن دیگه در این منطقه سیدا را شناسایی کنید، کسی از پیش شما نمانه. عیدی بگیرد فردا از سادات، به خاطر که در این روز همانطوری که از قدیم رسم مانده است، مردم میرفتن به در خانه سادات مخصوصا، و از اینه که جد نازنینشان آقا امیر مؤمنان منتصب شده از شاه ولایت مآب به رهبری امت عیدی میگرفتن. البته یکی از این بزرگوارا در فیسبوک نوشته کرده بود که فردا اگر کسی مرا پیدا کرد هم عیدی داره هم جایزه داره. خب او که شاید اینطور بگه که خودنمایی پیشه شیطان بود، هر که خود را گم زند مردان بود. فردا باید سادات بزرگوار خود گم نزنه دیگه، عیدی ها آماده باشه.
به هر صورت این یکی از برنامه‌های دیگر فرداست. فردا روز پخش شیر نیست، پخش کلوچه است. کامها باید شیرین باشد، دلها باید روشن باشد به محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام. به خدا قسم مردم، فردا روزی بزرگی است، امشب هم شب بزرگی است، لذا بهترین لباس ها برای فردا پوشیده شود. و فردا یکی از احکامش و یکی از آدابش سر زدن از بیماران بین بستر و از ذوی الحقوق و از ذوی الارحام به عنوان صله رحم، که روز عید دیگه همان طوری که ما در روز عید فطر، در روز عید قربان میریم از عمه و خاله و خاله‌زاده و بزرگ قوم و موسفید و مریض بین بستر خبر میگیریم، فردا باید 2 برابر باشه، ثوابش 2 برابره. کسی که فردا مریضی را عیادت کند، خداوند در بدل هر قدمی که به سوی خانه مریض برمیدارد 1 گناه را میبخشد و 1 درجه از درجات او را بالا میکنه. یه از فرمایش معصومه، از فرمایش بزرگانه و من وقت ندارم احکام مبسوط و منتشر عید قدیر را برای فردا محضر مبارک شما بیان کنم. لذا فردا روز بسیار با عظمت و روز بسیار بزرگ است و یکی از چیزهایی که اجازه دهیدین را هم من باب ازدیاد همدلی بگم و یکی از احکام فردا انتخاب 1 برادر دینی برای خود است. شما باید برادر دینی را 1 هفته پیش مد نظر می گرفتین. هر کس باید در زندگی خود 1 برادر دینی داشته باشه. مردم، برادر نسبی انتخابی نیست، ده او آدم سهم نداره، او قهری آمده، پدر و مادر تولیدش کرده، خدا او را داده، ولی انتخاب به او حق نداریم دیگه. راضی باشیم نباشیم چند تا برادر از پدر و مادر می آید دیگه، آدم ده او نقش نداره. اما در تعیین برادر دینی انسان در روز عید قدیر نقش داره و یک کار پیغمبر کرد. رسول الله وقتی که در روز عید قدیر بین اصحاب و انصار عقد اخوت میخوان، مثلا سلمان و ابوذر، مقداد و عمار، یاسر، ابوبکر و عمر، همینطور در بین اصحاب، خلاصه یکی را برادر بین همه عقد اخوت خوانده شد. آقا امیر مؤمنان تنها ماند. حضرت خیلی افسرده شد، گفت ببین از این ثواب بزرگ رسول خدا مرا محروم کرد، یعنی همه برادر دارن، علی برادر نداشته باشد. دل مولا رنجید، رفت در بیرون زیر درختی تکیه کردم، اونجا خواب رفت. پیامبر فهمید که دل نازنین علی رنجیده، گفتن کجا شد علی؟ گفت یا رسول الله علی بیرون رفته است. آمد گشت و گشت، مولا را پیدا کرد، دید که بادها آمده برگ درخت و خاک را به سر و صورت علی مولای شما انداخته. حضرت سر علی را در بغل گرفت، حضرت بیدار شد. کجا آمدی یا علی؟ گفت من از شما رنجیدم یا رسول الله، دلم رنجید، شما بین همه عقد اخوت جاری کردید اما من از این ثواب محروم شدم. رسول الله تبسم کرد، گفت یا علی تو را برای خود ذخیره کرده بودم، صبر میکردی، غیر از من یا علی غیر از من کسی لیاقت ندارد که برادر تو باشد. اینجا افتخار نمی کنید به همچو مولایی که فردا روی دست پیامبر مثل آفتاب و قرص قمر بالا می رود. لذا در همون زیر درخت عقد اخوت را با علی خواندند و چه زیبا می خوانند وقتی که 2 مؤمن دست می دهند. و آخیتک فی الله و صافحتک فی الله و آهدت الله و ملائکته و کتبه و رسله الا انی ان کنت من اهل الجنة و الشفاعه و قد اذن لی بان ادخل الجنه لا ادخلها الا وانت معی. چه عقد زیبایی خوانده میشه عقد اخوت. یعنی من در محضر خدا با تو دست دادم و تعهد کردم در روز ولایت امیر المؤمنین که اگر در روز قیامت من از اهل بهشت باشم و خدا به من دستور دهد که وارد شو به بهشت من، لا ادخلها، داخل بهشت نمیشم الا و انت معی، مگر که تو برادر دینیم امرایم باشی. این تعهد بزرگ است. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، مگر که تو امرای من باشی. بعد استثناءاتی دارد. اسقطت عنك جمیع حقوق الاخوه ما خلا الشفاعه و الدعا و الزیاره. ساقط کردم دیگه از تو جمیع حقوق برادری را، یعنی یک وقت من از تو میراث نمیبرم، ارث نمیبرم دیگه. حقوقی که در برادری است بین من و تو نیست، یعنی دختر برادر به برادر دیگر، من از برادر نسبی باشه حرامه، خواهر حرامه،
بستگانش که از این برادر از او هم است، خاله، عمه، اینا در عقد دینی اینطور نیست. اینا رو میگه ساقط کردم. ما خل الشفاعه و الدعا و الزیاره، 3 تا حق واجب برادر دینیتون به گردن شما دارد. شفاعت که در خود دعا آمده که اگر تو داخل بهش شدی مرم شفاعت کن. و دعا، در همه نمازایت باید برادر دینی را دعا کنیم. مردم فردا در حق برادرانتان دعا کنید، در حق مریضان بین بستر دعا کنید، برای رفع مشکلات دعا کنید، برای رفع بیکاری از بین جامعه دعا کنید، برای رفع گرفتاری ها و پریشانی های مردم دعا کنید، برای پیروزی مجاهدین در سنگرهای حق علیه باطل دعا کنید، برای مریضان بین بستر دعا کنید، برای ادای دین و رفع گرفتاری ها فردا دعا کنید که فردا دعا را خدا قبول میکنه و روز بزرگ است. و برادر دینی را هم آدم باید در نمازهای خود دعا کند. دعا مخ عبادته، دعا صلاح مؤمنه. این 2 حق و حق سیم و زیاره. در هر زیارتی که برادر دینی میره، مثلا مشهد میره زیارت امام رضا علیه السلام، کربلا میره زیارت امام حسین علیه السلام، نجف میره زیارت امیر مؤمنان، باید یک زیارت از طرف برادر دینیش هم بکنه، نیت کنه، زیارت کنه، 2 رکعت نماز زیارت بخونه. این 3 تا حق واجب در همین جا آمده است. ما خل الشفاعه و الدعا و الزیاره. لذا من تقاضا میکنم یک برادر دینی پیدا کنید جوانان عزیز. این برادری را زیاد میکنه، صمیمیت زیاد میکنه، برکات خدا را زیاد میکنه. و 7 تا حق واجب را در کتاب اصول کافی امام صادق علیه السلام بیان کرده که من به او نمیرسم. و الا 7 حق را که برادر به برادر داره، از جمله این که طرف خانه برادر دینی خود آدم به خاطر خدا برود که در روز عید قدیر عقد اخوت خوانده، خداوند تبارک و تعالی به ملائکه دستور میده که بال خود را زیر پاهای برادر فرش کند که میره به خانه برادر مسلمانش، از او عیادت میکنه و احوال پرسی میکنه و خبر میگیره. لذا روز عید قدیر روز همدلی هم است، روز برادری هم است، روزی که برادر را روی دست خود بلند کرد. چقدر فرق داره. برادران یوسف برادر خود سقوط داد، اما برادر علی که پیامبر باشه برادر خود را بلند کرد. صدا زد ایها الناس من کنت مولا فهذا علی مولا. او وقت صدا بلند شد بخن بخن لک یا علی. تمام اصحاب و انصار دویدن. تعدد روایات، تعدد تاریخ، بعضی ها 80,000 حاجی، بعضی ها 120,000 حاجی، بعضی ها کمتر و زیادتر. شما حد متوسطش 30-40,000 حاجی بگیرید. همگی آمدند و گفتند بخن بخن لک یا علی، مبارک باد بر تو یا علی، صبح کردی تو مولای من و مولا کل مؤمن و مؤمنه. علی امام مردم شد. اما اجازه دهید در فراز اخیر سخنانم قطعه تلخی را به شما بگم. شبها کوتاست، بنا نیست من زیاد مزاحم شوم. قطعات تلخ هم بگم که یک کمی متوجه مسئولیت خود من و شما هم باشیم. 70 روز 80 روز حد اکثر 90 روز از غدیر گذشته بود که همه چیز فراموش. دیگه مردم از غدیر یاد نمی کردن. حضرت زهرا دست حسنین می گرفت، پشت دروازه اصحاب و انصار می رفت، می گفت شما مگر در غدیر نبودید؟ بودید که پیامبر به علی چه گفت؟ چرا امروز علی را یاری نمی کنید؟ متاسفانه دروازه خانه خود را بروی دختر پیغمبر به مادر حسنین و زوجه علی باز نمی کردند. یاری نکرد علی را مگر 6-7 نفر، سلمان و ابازر و مقداد و عمار یاسر و ابن عباس و همین. درد اینجاست. امروز من و تو هم به عنوان منتظران ظهور امام زمان خود ما که امام عصر ماست، میلیون ها انسان هستیم، اما خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. شعار شیعه هستم و اللهم عجل لولیک الفرج، و در رکاب او شمشیر میزنم. روزی که بیاید و بگوید بلند منزلت را بده که مال حلال نبود، خانمت را طلاق بده، از فلانی کس جدا شو، فرشه های خانه را جمع کو، وسیله را به کسی دیگر بده، موترت را اون بر. اگر او زمان از امام زمانمان فرار نکردیم یا ما را به جبهه جنگ بفرستد، اگر استادگی کردیم و استقامت، واقعا اونجا امتحان دادیم. و الا
امام حسین علیه السلام میفرماید الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. مردم اکثرا دور از من و شما باشه بندگان دنیایند، دین لقلقه زبان است و شعار همگی مؤمن هستند، اما وقتی که در بلا و فتنه ها و امتحان آزمایش شوند قل الدیانون، دیندارا 1 2 3 4 5 10 از عدد انگشتان دست در یک جامعه تجاوز نخواهد کرد. این بحث. لذا من سخنانم را خاتمه میدم. 3-4 دقیقه دیگه از شما اجازه میگیرم تا از این صغرا و کبرا یک اخذ نتیجه کنم. چی گفتم در این مدت؟ من و شما باید در خط ولایت علی ابن ابی طالب ثابت قدم باشید. مردم، به جان والی ولایت غدیر امیر مؤمنان قسم، اگر در غدیر مردم سستی نمی کردن عاشورا اتفاق نمی افتاد و سر حسین به نیزه نمی رفت. مردم در پیام غدیر سستی کردند، اطراف علی را رها کردند که منجر شد به اون قضایای تلخ و سر ابا عبدالله روی نیزه رفت و عیالش اسیر شد. امروز عین چیزه. اگر ما پیام غدیر نرسانیم، اگر ما در مسیر غدیر ثبات قدم خود حفظ نکنیم، اگر هر کسی به حد توان خودش در غدیر سهم نگیریم و سستی کنیم و جامعه بعدی ما و نسل بعدی ما و این نونهالانی که در این مجلس هستند به غدیر آشنا نشوند، خیانت کرده ایم. خیانت تنها اون نیست که دشمن کرد، گاه خیانت دوست از خیانت دشمن کرده به مراتب خطرناکتر است. ز دوستان درنگم همیشه دلتنگم، فدای همت دشمن شوم که یک رنگ است. حداقل دشمن خطش مشخصه. من و شما باید در قسمت غدیر سستی نکنیم. بعضی ها یک تعبیر بسیار غلط داره، میگه بابا چرا نفش قبر میکنید؟ آی روحانیت، آی مبلغین، خو غدیر هرچی که شدی برادری سنی و شیعه را خدشه‌دار میکنه. این یک نقطه اختلافی است، نقطه است که برادران اهل سنت ما به این روشی که ما میگیم قبول ندارد. ما قبول داریم که بعد از پیامبر علی جانشین بود و وصی بود. این برادری را آسیب میرساند، وحدت ملی را خدشه‌دار میکند، دیانت را لطمه میزند. جام دیانت را با سنگ تفرقه نشکنید. تعبیر بسیار اشتباه است. غدیر پیغام خداوند است. برادران اهل سنت ما بخش‌های از غدیر قبول دارند. اصولاً اختلاف سنی و شیعه در نماز و در روزه و در قبله و در کعبه و در خدا و در مورد پیغمبر نیست. اینا نقطه های اتحاد امت اسلام است. کعبه را همه قبول دارند، طواف کعبه را همه قبول دارند، 5 وقت نماز همه قبول دارند، روزه ماه رمضان همه قبول دارند، زکات همه قبول دارند، وجوهات شرعیه را همه قبول دارند، معاد و قیامت را همه قبول دارند، بازگشت همه قبول دارند. اتفاقا نقطه اختلاف عقیدتی سنی و شیعه موضوع غدیره. و این را اگر نگیم پس چی را بگیم؟ این پیام حقانیت است. تنها بحث علی ابن ابی طالب نیست، طوری که در اول منبر گفتم غدیر روز پایسنگذاری امامت بعد از نبوت است. ما میخواهیم در مورد این صحبت کنیم که پیامبر فرموده من کنت مولا فمهدی مولا، کسی که من مولایش هستم مهدی صاحب الزمان مولایش است. بحث انتقام و صلح و بعثت این ولی خدا و برانگیخته شدن مهدی برای نجات امت و برای نجات بشریت است. ما باید این دست کم نگیریم. لذا عقاید برادران ما محترم، عقاید ما در نزد ما محترم، حرمتشان را میکنیم، حرمت ما را بکنن. مذهبشان را محترم میداریم، مذهب ما را محترم بدارن. عقاید برادران ما در فروع نزد خودشان محترم، عقاید شیعه نزد خودش محترم. ما مجبوریم پیام بگیم و بایدم بگیم و با هیچ کس هم اختلاف نداریم. الحمدلله برادریم و برابریم و اتحاد داریم در آنچه که خدای متعال گفته و به هیچ کافری هم اجازه نمیدیم بین مسلمان به نام سنی و شیعه اختلاف ایجاد کنه. اما حقانیت مکتب غدیر را باید گفت و یه پیام باید رساند. از این جهت جمع‌بندی میکنم 1 دقیقه دیگر. جوان که فیسبوک به دست داری و صفحه داری، هر چی که داری، رسانه هایی که شما پخش میکنید،
برادران اهل یوتیوب، رسانه بهترین و سایر رسانه هایی که امشب هستن از مردم محل، عزیزانی که فعلا گوشی هایشان ثبت میکنم، من از شما خواهش میکنم پیام غدیر ابلاغ کنید. مقاله نویس ها مقاله بنویسید، اهل دانشگاه تحقیق کنید، روشن فکران در مورد غدیر چیزی بنویسید، اهالی دانشگاه و محصلین سهم بگیرید. تنها وظیفه آخوند نیست، تنها وظیفه روحانی نیست. موسفیدان مجلس بگیرید، خیرین شیرنی پخش کنید، کسانی که مسائل مالی دارید کمک کنید در روز غدیر به فقیر و مستحق، مجالس را داغ کنید و پیام غدیر برسانید. یک شعور غدیر، یک شعور غدیر. شعور غدیر نمی گلبندانه، شعار غدیر همی گلبندانه و همی پخش شیرنیه و همین مسائل دیگر، اما شعور غدیر بسیار مهمتر از شعار و شعور غدیر است و باید پیام برسه. و این کودکان و 8 ساله ها و 7 ساله ها و 5 ساله ها و 4 ساله ها و کودکان باید بداند که غدیر چه روز است و چه اتفاقی افتاده، و الا ما در برابر این نسل پاک و معصوم سخت خیانت کرده ایم و مسئول هستیم. لذا خدای متعال به شما توفیق عنایت کند. اهالی محترم مسجد محمدیه، ما در بین جلسات متعددی که در غدیر و محرم پارسال و تا امسال داشتم، اجازه دهید یک اقرار کنم. این جوانان و این نسل و این مردم شریف را بسیار دوست دارم و خوشم می آید، همه را دوست داریم، اما عشق و شوری که در این جلسه است در کمترین جلسات دیده می شود. خدای متعال انشاءالله برای هیئت امنای اهالی مسجد محمدیه، برای موسفیدانش، برای جوانانش، برای جناب حجت الاسلام و المسلمین آجه های حسینی، امام جماعت، امام راتب این دستگاه و سایر عزیزان، فراشان، نیروهای امنیتی، خیر عنایت کنه، برکت عنایت کنه، سربلندی دنیا و آخرت عنایت کنه که این جلسات زیبا را ترتیب میدهند و باعث میشوند بنشینیم، گوش کنیم، صحبت کنیم، معرفت ما بیشتر شود، عشق ما بیشتر شود، ازدیاد معرفت داشته باشیم، ثواب بگیریم و انشاءالله مورد شفاعت علی ابن ابی طالب قرار بگیریم که خودش به حارث همدانی گفت یا حار همدان من یمت یرنی، ای حارث همدانی، هر کسی که بمیرد من علی را میبیند. یعنی در دم جان دادن سر ما باید روی دامن والی ولایت غدیر باشه و این شبهایی که با تمام وجود خسته روز کار میکنی در این شرایط بد اقتصادی مملکت و شب میایی به نام علی 2-3 ساعت اینجا مینشینی خیال میکنی ضایع میشن؟ نه والله، این ضایع نمیشه. در دم جان دادن به دردت میخوره، در خانه لحد و شب اول قبر به دردت میخوره، در قیامتم دست تو را میگیرد. منقبت خانان عزیز یک شعر زیبا دارن که میگن لاف از محبت تو زنم تا دم ابد، ای دست گیر پیر و جوان یا شاه و گدا یا علی مدد. خواهیم در 3 وقت یا حداقل در 2 وقت به فریاد ما رسی، اول دم ممات و دویم در طی لحد. انشاءالله علی می آید. مولای شما بی وفا نیست، سر شما را به دامن خواهد گرفت. البته توجه و عنایت اهل بیت تنها مخصوص آخرت نیست، تنها مخصوص وقت مردن نیست. شما چه خبر دارید که امی آبرویی که ما داریم، نفسی که ما میکشیم، رزقی که تا هنوز میخوریم، مثل یک عده بی آبرو نشدیم که توسط دزدی و خیانت فعلا در امشب در زندان ها هستند. آبرویشان رفته است، خانواده ندارن، عزت ندارن، مردم ندارن، جامعه ندارن، آبرو ندارن. اندک آبرویی که ما داریم از برکت اینهاست، این توجهات دنیای اینهاست. ما چه خبر داریم که شاید توسط علی و اولادش 100 تا بلا تا هنوز رفت شده و الا بالای قبر ما بوته و هیزم سبز میکرد و فعلا الحمدلله زنده ایم و سالمیم و بدن صحتمند داریم و امشب در مجلس علی نشستیم. اینا از برکات عنایات اهل بیت ممکن باشه، دانه دانه که به ما نشان نمیدهد که امشب که تو آمدی یعنی 1 2 3 4 5 امتیاز میدهند. ممکن سر از فردا گشایش های دیگه ایجاد شود.
خدای متعال انشاءالله به برکت علی ابن ابی طالب این جلسه را قبول بگرداند، عاقبت ما را ختم به خیر بگرداند، حاجات همه را روا بگرداند. خدایا به جلال خداوندیت ما را تا زنده ایم از دامن مکتب پیغمبر و علی و اولادش دور نگردان. اتحاد و صمیمیت را زیاد بر مزید بگردان. دشمنان اسلام را ذلیل بگردان. کسانی که به نام سنی و شیعه و قوم و مذهب و سمت بین مردم اختلاف می اندازند و مسلمانان را تکه تکه می کنند، آنان را هدایت بفرما. اگر قابل هدایت نیست ذلیل و منکوب بگردان. مریضان را شفای عاجل عنایت فرما. دین مدیونین را ادا گردان. سفر مسافرین را بی خطر گردان. ما را از خط اهل بیت جدا مگردان. خدایا ما را عاقبت به خیر بفرما. خدایا به عزت و جلالت آنانی که التماس دعا کرده در شب بزرگ عید غدیر، به جلال خداوندیت حاجاتشان را روا بفرما. مسافرین مؤمنین مخصوص 2 مسافری که در سفر است، به حق مسافران کربلا به سلامت برگردان. خدایا به عزت و جلال خداوندیت قسم، هر گرفتاری که امشب گرفتاری داشته و به نام علی و والی ولایت غدیر در مجلس آمده، گرفتاری هایشان را برطرف بگردان. خدایا تو را به جلال خداییت قسم و با آبروی مولای من علی ابن ابی طالب آبروی ما را مریزان، گناهان ما را بریزان. خدایا به عزت و جلالت به کسب و کار مردم بیچاره ما برکت عنایت بفرما. خدایا هر گونه سرگردانی و هر گونه بدبختی و گرفتاری و دینداری و قرضداری و بی سرنوشتی که عزیزان ما با آن مواجه است، امشب از وجودشان و خانهشان و سرنوشتشان دور بگردان. تو را به جلال خداییت قسم مریضان را شفا عنایت فرما. دین مدیونین ادا گردان. ما را عاقبت به خیر فرما. امام زمان ما را برسان. موانع ظهور مهدی فاطمه برطرف گردان. تو را به آبروی علی ابن ابی طالب به عزت و جلال خداییت قسم، دوستانی که در نظر سهم گرفتند و نظری را به نام مولا قربتا الی الله تهیه دیدند، خدایا صدها در دنیا، هزاران در آخرت برایشان اجر و برکت عنایت بفرما. دستشان به دست ظالم گرفتار نگردان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه بروح مولانا علی ابن ابی طالب و سایر الشهداء والاموات مع الاخلاص والصلوات. الله